طبیعت زیبا و دلپذیر بوده از ذخیره‌های طبیعت خیلی بای است. بسیاری از رسانی‌های دیاری ما برای درمان بیماری‌های گوناگون فراوان استفاده می‌شوند. طب قدیم ریشه‌های چوخور دارد. خود طبیعت به چشم انسان داروخانه نخستین را باز نموده است. در حدود تاجیکستان قریب 1500 نمود گیاهای شفابخش می‌رویند که در طب استفاده می‌شوند. کشور ما را خزینه گیاهای شفابخش نامیدن ممکن است. متاسفانه صدیه که گیاهای فایده‌ناک اطرافمان را هنوز پورا نآموخته‌ایم. ابوعلی ابن سینا هنوز در همان زمان سه طرز مهمی درمان را پیشنهاد کرده بود. اولا علاج با سخن، سپس توسط گیاه، نهایت با واسطه تیغ. در آثار سینای بزرگ راجع به طبابت با گیاه خیلی نقطه‌های سودمند بیان و تأکید یافته است. سلام بینندگان گرامی، اینک برنامه درد و دواس منظور شما صحبت ما حضور دارند دکتر فنهای طب مولا ظهور طاهری. به همگان معلوم است که تاجیکستان ما سراسر کوهسار است و از گیاهای شفابخش خیلی غنی است. شما چی توصیه میدید؟ استفاده داروها یا اینکه گیاهای شفابخش بهتره؟ انسان هم یک جزء طبیعت هست و البته من توصیه میتونم که تماما هر یک انسان باید با طبیعت نزدیک باشد و چیزهای طبیعی را استفاده برد. خیلی که اینجا شما قید کردید در تاجیکستان زیاده از 4500 گلو بوته‌ها وجود هست که از آن جمله 800 نمود آنها در طب مردمی استفاده میشن و از آن جمله 62 نوع آنها در طب اکادمیکی ما که از قید فارماکولوژی گذشته است استفاده کرده میشن. افسوس که مردم بسیار چیزها را نمیدانند. هر سال زیاده از 200,000 تن گیاهای شفابخش پوسیده میرد و جمع آوری نمیشود. اگر که سوی دانش مردم بلند شود این چیزها را دانند، حاجت به داروخانه و اپتیکا نمیماند. و در مقایسه اگر مقایسه کنیم، اگر مثلا من از سال 77 در بیمارخانه قریب بالا کار میکردم، همگی در حدود بیمارستان 2 داروخانه بود. امروز یک روز هم تو دور زده حساب کردم 67 داروخانه شده است. یعنی که این نشانی پس رفتنی سطح دانش طبی مردم می باشد. چون که یک جاشو درک کرد با همون یک تبلت که اخلاص میکنن میرن و یک مهلتی معین درد رو نیست میکنن، نه که پرابلم آنها حل نمیشه. برای همین مثلا من یک برنامه ساختگی هستم، به حکومتم پیشنهاد کردم که باید سالمی جامعه از مکتب سر شود. وقتی که ما بچه‌های می‌آموزانیم آنها خودشون حفظ میکنن، طبیعت اکولوژی حفظ میکنن، البته این سرچشمه سالمی درازعمری مردم میگردد. وقتی که ندانستن بیماری‌های گوناگون گرفتار میشن و امروز پرینسیپ طبابتی من در بین مردم تشویقات بودن حیاتی سالم، یعنی که آدم‌ها رو طبابت کردن شرط نیست، آدم‌ها رو آموزاندن در کار. با روسی من در بسیار کشورهای روسیه، областهای روسیه صحبت و لکس‌ها می‌خوانم که не надо лечить, надо учить быть здоровым. اگر هر یک انسان نسبت سلامتی خودش غمخوار کند، البته او عمری دراز می‌بیند. شفابخشی رسانی‌ها با ماده‌های تاثیربخش ترکیبشان وابسته است. مقدار و ترکیب ماده‌های تاثیربخش عضوهای رسانی گوناگون می‌شوند. وابسته به هر دور و شرایط رشد تغییر می‌یابد. همان عضو رسانی را جمع می‌آورند که بیشتر ماده‌های شفابخش دارد. عادتاً ماده‌های شفابخش در پایه و بر، وقتی گل شکفت و اول‌های میوه‌بندی، در میوه بعد پختن و در ریشه و ریشه پایه محیط رمو، یعنی بعد پژمرده شدن و خشکیدن عضوهای روی خاکی رسانی زیادتر غون می‌گردد. امروزها صرف نظر از انکشاف خیمیا، ماده‌های داروور و موفقیت استفاده بیشتر از 40% داروهای صنعتی طبی امروزه را از نباتات شفابخش تیار می‌کنند. انگد یا به طور دیگر انگک خور سفید، خور جنگل، بوته است خوشبوی، باغ میوه‌اش سر ویتامین و تخمش سر روغن می باشد. با روغن انگد جای سوختگی، زخم عضوهای هاضمه، بچه‌دان و غیره را طبابت می‌کنند. این چنین داروی ضد التهابی است. مربا، شربت و آب انگد برای عضوهای هاضمه خیلی سودمند می باشد. امروزها بیشتر مردم از بیماری‌های گرده شکایت می‌کنند. شما به شخصانی که به این بیماری‌ها گرفتارند چی توصیه می‌دهید؟ کدام گیاه رو پیشنهاد میکنید؟ تمام آدمی که مثلا اگر چشمش خیره میشد، دلش کسل میشد، فونکسی کار جگر ویران میشد، باید جگر طبابت کرد و طب خطایی هم همینه توصیه میکنند. برای که اگر شخصانی که سیستم بدنی انسان آناتومی فیزیولوژی خوب دانند، همین غذا که ما میخوریم از معده میگذرد، رودابه 12 انگشتر، روده باریک، از اونجا بعد خون بمیره.
خون سینتز تازه کردن و بعد تازه کرده حجره ها میفرستندگی جگر رو میشن. دومش کدام آدمایی که بغم درد و میان درد میشن این بیواسطه ویران شدن فونکسی گرده. 96% اهالی روی زمین سنگ دارند. سنگ در دندان، در رگ‌های خونگذر، در تلخدان، در گرده، در همین جا میشن. همین شب و روز دوره بیواسطه تربوز هست. یک اصول طبابتی گرده مثلا در طول یک هفته فقط تربوز میخورید شما حدودی 3 تا 5 کیلویه و نان سیاه. الکی راه شخ شدن تازه میشد. از گیاه ما اینجا گفتیم راه دوک، چیل بغوم، ریش جواری مکه، خوچ، بربریس، زیلال، خیلی گیاه زیوه با گیاه های زیاده هستند در اینجا. و وقتی که استفاده درستشون چگونه؟ طرز استفاده هر یک گیاه پیش از ما تکنولوژی درستی جمع آوری باید دونن که گیاه ها باید صبح بر وقت یا که بیگاه جمع آوری شد. چون که وقتی که آفتاب برآمد تمام روغن های افری بغار میشد یا که بسیار چیزا بریشه دویده میره. و بعضی رفیقا میگن ما فلان گیاه استفاده کردیم شفا نیافتیم. چون که این تکنولوژی نادرستی جمع آوری همین هم به علم در کار. که جمع آوری کرد سیزن جمع آوری همون گیاه کدام ماه است. حاضر یا دوره هست که عموما تاجیکستان از ماه مای تا ماه سپتامبر دوره جمع آوری گل و گیاه ها هست. کدام نفری که امکانش باشه تو جمع آوری کرد البته ذخیره های زیاد میشد. مثلا همین برگ چهارمغز که حاضر ما در اینجا دیدیم برای پیشگیری کردن بیماری های جوغر، اتروسکلروز، من در ترکیب یک چوب که من اختراع کرده هستم برگ شفتالو با برگ چهارمغز که آنها ضد کرم ها کیجران هستند. خوش البته همینا چی در کار فهمونده دادن و تکنولوژی درستی جمع آوری و مردم فهمونده دادن در کار. ادرسمون گیاهیست خودروی گلزرد برای دارویی برگ و پایه‌اش از ابتدای گلکنی تا پورا پختن میوه‌اش میغندورند. در آفتاب یا خشکک‌های مخصوص 30-40 درجه خود و قیام برگ و پایه آن را برای طبابت کسلی‌های دل استفاده میبرند. گزنک‌ها گیاهیست خودروی گلبرگش را که در افغان تیار میکنند برای طبابت سگلس، گرمباد و جراحت استفاده میبرند. طبیبان خلقی با جوشاب، سپیرت و خاکه گلش گزک کسلی‌های اسپورج، گرده، راه پیشاب، بیخوابی، زرپروین و غیره را طبابت میکنند. جوشابی برگش را هنگام اسهال خونین مینوشند. داروهای گیاهی بازدارنده خونروی برای بیماری‌های زنانه، کوریدل، داروها برای معالجه بیماری‌های گلو، بینی، پوست، فربهی، عضوهای جنسی، بواسیر، علت‌های غدود زیر معده و دیگر دموبه‌های فردی تیار کرده می‌شود. تکنولوژی آب نوشیدن. هر یک انسان مثلا اگر وزنش 50 کیلوگرم باشد باید 1 کیلوگرم وزن 40 گرم آب نوشد. 70 باشد اگر قریب حدود 3 لیتر. اساسی بدن انسان آب هست و داروی از همه بهترین برای سالم گردانی انسان آب هست. هم نوشیدن، هم آبوزی کردن، هم حقنه کردن، کلیزما کردن. مثلا در آن کتابی که من نوشتم ترس‌های طبابت با آب خیلی گوناگون هست. و وقتی که مردم این چیزها خودشون آموختن همه وقت سالم میمونن. چای گیاهی بر صد درد تو خود دوایی. هرگاه که نوشم دردم شود کم از جسم و جانم دور می شود غم. چای گیاهی داد خدایی تو هم غذایی تو هم دوایی. انا بینید همه از گیاه هم غذا هم دوا همه چی هست. و مردم البته مردمی که خرید بلند دارن روح همه وقت با گیاهدرمانی میکنن و آن چیزی که خیمی ما هست البته بعدی مثلا 5 سال 10 سال هر یک دارو با استثمار میگیرن برای که تاثیر منفی وای پیدا میشود. من نمیگم که همچون دکتر که تماما ممکن نیست. البته جای هست که و استفاده کردن دکتر و شیخ رئیس ابن سینا هم در وقتش گفته بودن که علم طب 3 شاخه دارد. تیغ، سخن، گیاه. تیغ این جراحی مادامی که روده با هم تاب خوردن یکم عضو شکست خون روی شد اینجا با گیاه و با دواخانی با دیگر شفا نمیبرد. حتما دست و تیغ جراح و کاری این دیگر این طبیعت خیلی که گفتیم گل و گیاه و درخت و بوته و میوه های خوچ همه اینها خصوصیتی طبابتی دارن که چون که طبیعت خدا اون آفریده است. اون چیزی که مثلا امروز در مغازه ها ما میبینیم قزاق پیچک و چیز میبرن
عموما تمام آب‌هایی که رنگ‌هاشون زرد کراسیتل هست اینها با ضرری انسان مردم که مفکوری تزوگ ندارن میبینن میگیرد استفاده میکند بعد چند مهلت یا که همین تلفن موبایلی گیریم الکای علم ها اختراع کردن که آدم ها بچه‌ها که اسم خورده میگیرن در سن 7 10 15 سالگی به سرطان معده گرفتار شده است ما دو روز اول میگیم خوب هست نه که من با قریبی در اینترنت خوندم که یک مرد یک بچه سه سوتکه از بالای کامپیوتر نخسته است هر چیزی عجیب درآمده میگیرد و میبینم که بیهوش خواب کردگی سکته معده سر گرفتار شدگی خوش برای همین سلامتی انسان با پول خریده نمی شود برای این آدمای آموزاندن در کار آموزش از مکتب تمام دانشگاه ها مثلا مکتب ها باغچه ها امروز مثلا وقتی که ما در ماشین ها مرشدکار میگردیم خیلی بلند موسیقی میمون این ضرر دارد تمبر وقتی زیاد شد معنی سر و عصبا با ضرر میرسند این هم یک صنعت که آموزاندن در کار صدها بیماران رو با گیاهای طبیعتاً تازه و شفابخش معالجه می‌نمایند. مرهم، قیام و شربت و چای‌های گوناگون که از رستنی‌های شفابخش تیار کرده می‌شود، در حفظ سلامتی آدمان و تبابت بیماری‌های گوناگون اهمیت کلان دارند. امروزها فصل گرما است، مردم بیشتر در استعمال کردن خوراک تنخیصی میکشند، یعنی طرز درست استفاده خوراک بیشتر باید کدام خوراک را استعمال نمود و یا از کدامش پرهیز نمود که تا به سلامتی خود زیان نیاورد. علت مردم ز پرخوری بود خوردن پر تخم بیماری بود در حقیقت در تجربه 45 سالی سابقه کاری من به همین خلاصه موندم که اکثر سرچشمه تمام بیماری ها از طرز نادرست خوراکخوری میشد عرف و عادت های ما تغییر دادن در کار چون که من همین توی آب میرن زیاد میخونن از زیاد خوردن حاضر امروز آدم ها زیادتر میمورن و در فصل گرما چه خیلی که ما با شما الکه اینجا گفتیم من آدم وقتی که عرق بخور میشد با واسطه پیشاب با واسطه چیزار آب که کم شد خون قبض شدن میگیرد برای همین باید آدم ها حتما آبازی کنن مثلا برای چی کول و دریاهای دیگر شد و حلقه نگاه می‌دارد و با واسطه پوست 20% راههای نفس‌کشی جداشوی زهرها استفاده می‌شود و تمام میوه‌های باید شسته بعد استفاده بکنند من چولوب حتی در تلویزیون کانالی روسیه یک اینترویو از ما گفته بود در راه قرغان تپه همون چولوب ترکیبش چندین نمود گیاهی استفاده می‌برند وقتی که وی نوشیده دلکه تشنه شدن کمتر میشه عموما زیاد استعمال کردن این نوشاکی ها از اون جمله آب ها بهترین این آب نوشیدن است آب طبیعی برای همین باید مردم نسبت به آب احتیاط کار باشن آب حفظ کنن طبیعت حفظ کنن چون که در روی زمین همگی 3% آب‌های نوشیدنی امروزها بیشتر مردم ما از طرز نادرست استفاده بردن غذاها با بیماری‌های پوست گرفتار می‌شوند یعنی تاثیر این نادرست استفاده بردن غذاها اثرش رو به پوست می‌گذارد شما چی توصیه می‌دید البته بیماری‌های پوست خیلی گوناگون هستند مخصوص بیمارخانه پوست هست دکتری پوست هست گویم کلینیک‌های زیاد هستند بیماری‌های پیس ویتیلیگو بیماری‌های پسوریاس اگزیما درماتیت نمودهای کنون یکی از سرچشمه‌های این بیماری‌ها البته رعایت نکردن گیگینی شخصی انسان هست دومش بی‌واسطه سرچشمه اکثر بیماری‌های پوست این نادرست کار کردن سیستم خوراک هضم‌کنی از آن جمله معده روده تلخدان غدد زیر معده روده قفس حتی که ما کمپلکس تبابت میکنیم بیماری‌ها تیز شفا می‌یابند بعد بی‌واسطه استفاده بعضی کرم‌ها ماسک‌ها با همون میبینیم آب با وان درونی همون وان‌های استفاده میکنن مثلا حتی من بعضی کسلا تفسیر میتونم که 1 کیلوگرم یا نیم کیلو سوده در وان میاندازی 20 دقیقه میشینی بعضی پرابلم ها تو آدمو خراب میشن یک اصولی همین نفس کشی زهرا میبره تازه میشد بعد اخراج کردن بهتر میشد همون آدمی که وزنش زیاد هست ایشان کم میشه و در دنیا نیست بیماری هایی که تبابت نشونده نباشند به شرطی که همون انسان خودش کوشش کند و توصیه های دکتر اجرا کند امروز اکثر بیمارا با من زنگ میزنند شما فلان بیمار من میگم من بیمار تبابت نمیکنم بیمار خودش قطعی خدا تبابت نکنه من همچون عالم راهش نشون میدم که چطور تبابت کنه برای که وقتی که همون طرزش یاد گرفت و خودش تبابت نکنه شفا مییابد
چه خیلی درمانی سری خودش برنامه میموند که 100 سال عمر میبیند حتما وقتی که همین از سلامتی خودش در وقتش اجرا کرد غذای تازگی بدن مناسبتی بین آدمای و عصبانی نشدن البته 100 سال انسان میتواند عمر بیند. یک صحفه پر از شراره شفق بهتر ز 200 کتابی بی‌زوق. مثلا بعضن یک توصیه یک صحبتی عادی هزارها بیماری شفا می‌دهد. بینندگان گرامی امروز صحبت داشتیم برای بلند برداشتن دانش طبی مردم و سالمی جامعه. اگر از این صحبتی ما به خود چیزی گرفته باشد پس ما شادیم. خیر تا برنامه‌های دیگر صحتمند و سالم بمانید.